سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال دلارساز. این ویدیو خیلی مهمه، قراره اگه همستر و راکی رابی استفاده میکنید تا آخر این ویدیو رو بشین نگاه کن. اولا که میخوام اولش بهتون بگم که چطوری راکی رابیتون نقد کنید اگه بالا بیاد، چون خیلی سرور شلوغه، و بگم قیمت راکی رابیت چقدره. همستر این که بهتون بگم که چطوری الماستون رو نقد کنید، چی الماس به دست بیارید و توکنتون رو نقد کنید. تو 26 سپتامبر میشه 2 روز دیگه. آره 26 سپتامبر فکر کنم میشه 2-3 روز دیگه. بذار ببینم چندم امروز، 23 میشه 3 روز دیگه دوستان. 3 روز دیگه شما میتونید توکن همسترتون رو نقد کنید و این ویدیو وسطاش یا آخرش معلوم نیستش. یه جا میخوام یه حرفی رو بزنم که زندگیتون رو اصلا از این رو بچه‌ها به این رو میکنه. میدونم اصلا ویدیو مرتبط نیست ولی بهتون قول میدم اینو، و میخوام پشت پرده تمام این ایردراپایی که استفاده میکنید رو بهتون بگم که اینا چطوری پول در میارن. میخوام بهتون بگم این پول از کجا میاد. پس تا آخر این ویدیو رو ببینید، خیلی مهمه. و اگه دوست داری برای رفیقت هم بفرست، برای هر کی که میشناسی بفرست، این ویدیو رو نکن، خیلی مهمه. کسایی که اطلاعاتی از توکن و ایردراپ ندارن، اگه همستر رو اینا رو میزنی مسخرت میکنن، این ویدیو رو بزن براش بفرست. ولی من خودم استفاده نمیکنم، ولی خب این ویدیو رو براش بفرست که بهت بگم که اونایی که مسخرت میکنن متوجه این داستان بشن. اولا این که بریم سراغ راکی رابیت. همونجوری که میبینید من یه ماه پیش اومدم راکی رابیت تو 1 جولای، 3 ماه پیش، 2-3 ماه پیش اومدم راکی رابیت رو معرفی کردم، گفتم اینو بزنید این توکن میده. اوکی. و همونجوری که میبینید لیست شد تو صرافی کوکوین، اگه اشتباه نکنم لیست شد و میتونید الان نقد کنید. هرچند که اونقدر زیاد نیست، خیلی ارزونه، 0.0000007 دلار. اوکی کمه، ولی اونایی که زیاد داشته باشن خب واسه شون میصرفه. این یک. ببینید بچه‌ها، همستر تمام ایردراپ‌ها، نمیدونم راکی رابیت، همه این ایردراپ‌ها که تو تلگرام میبینید برای اشخاصی درآمد زیادی داره که مثل من یا مثل کسای من که به درآمد نرسیده یوتیوب، مثل تمام افراد دیگه که کامیونیتی بزرگی دارن و خانواده خیلی بزرگی واسه خودشون تشکیل دادن تو یوتیوب و تلگرام، واسه اونا درآمد داره. از کجا؟ از این توکنا؟ نه اصلا اینجوری نیست. ببینید شما فکر می‌کنید بقیه زیر مجموع میگیرن بخاطر اینه که مثلا اینجا یه ذره کوین میگیرن، اصلا اینجوری نیست. اون یه مقدارشه. درآمد یوتیوب و جاهای دیگه خیلی بیش از حدی که شما فکرشو می‌کنید. اوکی، مثلا من الان خودم مثال میزنم، چند تا کانال یوتیوب مختلف دارم بچه‌ها. این یکیشه که شما دارید نگاه می‌کنید. الان مخاطب من کسایی هستن که تو تلگرام و ایردراپ و اینا استفاده می‌کنن، ولی من کانال دیگه دارم راجع به رشد فردی کانال دارم. اوکی، توسعه فردی، چگونه مثلا خودمون رو رشد بدیم بتونیم پول در بیاریم، این داستانا. یه کانال اون دارم، یه کانال انگلیسی دارم، یه کانال دیگه دارم. این اتفاقه. اوکی، تمام افرادی که توی یوتیوب فعالیت می‌کنم اکثریتشون چند تا کانال مختلف دارن بالاخره. اوکی، ولی وقتی یه موجی میاد، برای مثال من الان اومدم این کانال رو ساختم که موقعی که همستر اومد مثلا من ویومو بگیرم یا بیزینس، من یه خدمتی به شما میدم، کمک می‌کنم چطوری کوین در بیارید، آگاهتون می‌کنم که چه پشت پرده داستانا چیه توی همستر و اینا، شما به من ویو میدید. این دو سر سوده. حالا یوتیوب می‌خوام بهتون یه چیز وحشتناک بگم. البته بچه‌ها من نمی‌کوبم، عالیه به نظرم کار همستر عالی بوده که اومده بیزینس ساخته. آقا این یه تجارته. همستر می‌دونی چیکار کرده؟ از یوتیوب یوتیوب به ازای هر هزار بازدید درآمدی میده. از یوتیوب من تخمین زدم حساب کردم با ماشین حساب 4 میلیون دلار تو این 4 ماه درآورده. تو 4 ماه 5 ماه از موقعی که همستر اومد 4 میلیون دلار فقط از یوتیوب. با 4 میلیون دلار پول کمیه ها، ولی از یوتیوب خیلی زیاده. از یوتیوب 4 میلیون دلار خیلی زیاده. تپ سواب 20 فکر کردید مثلا لایو میذاره کد هی میده، شما میزنید توکن میگیرید. تپ سواب یه مدت کد میداد، یادتون میرفتیم تو یوتیوبش میدیدیم کد مثلا 15 دقیقه میذاش. فکر کردید واسه چی لایو میذاش؟ چون لایو یوتیوب خیلی درآمد داره، ولی من بهتون بگم، نه چند یوتیوب بزنید نگیره. این حوزه درآمد خیلی بیش از حدی داره. حوزه ارز دیجیتال خیلی درآمد داره. حوزه مثلا ریال استیت اینا خیلی درآمد، اینا که بیزینس و اینا توش زیاده خیلی درآمد دارن. صرافی‌ها میان تبلیغ میکنن، خیلی درآمد دارن. این موضوع درآمد همستر. اوکی، حالا یکیش بود. هزاران اسپانسر دیگه که دارن و پول در میارن. تو قسمت گیم همستر اگه بریم تو فصل دوم میبینید تمام بازی جدیدا همه اسپانسره. این کار بدی نیست. من خیلی هم خوشحالم که مثلا به نظر من بچه‌ها تمام افراد موفق دنیا یه درد خیلی وحشتناکی کشیدن. حالا درد منظورم درد سلامتی نیست، نه، مثلا تلاشی که کردن، تنهایی که کشیدن تو مسیر موفقیت، اون درد، اون هزینه اون موفقیتشون بوده. همستر صاحب همستر هم 100% هزار چیزو تست کرده نشده، اینو تست کرده شده و خیلی هم درآمد کسب کرده، میلیاردر شده، میلیونر شده. اوکی، و یه درآمد دیگه، یکی اسپانسره که همستر پول میاره ازش. اینا میبینید یه عالمه اسپانسر، این خیلی بازی داره. مثلا اینو راستی بهتون بگم چطوری کوین در بیارید، چطوری الماس در بیارید. میاد اینجا این بازی رو برای مثال میریزید، پلیو میزنید، میبرتون تو پلی استور یا اپ استور اگه آیفونید، برنامه رو میریزید بازی و بعد بازی میکنید، بهتون کلید میده. این چیه
چرا لوگوش این شکلیه؟ خب بچه اومد نگاه کنید این بازی مثلا اینجا زده انقدر کلید بگیری من به تو الماس میدم. اینو بازی میکنید مثلا اینو 60 تا میری جلو میبازی خلاصه میبری خلاصه و بعد یه مدت بازی کردن به شما کوین میده، به شما الماس میده، کد میده. ببخشید یه کد بهتون میده، میاد اینجا پیست میکنید، کپی میکنید، اینجا میزنید، الماستون رو دریافت میکنید. اوکی 4 تا بازیه، ببینید 1 2 3 4 5 6 تا یا چند تا بازی. اوکی اینا رو بازی میکنید، کد رو میگیرید میزنید، 4 تا فکر کنم با کد بزنید، بعد که کد رو زدید پیست میکنید و الماستون رو دریافت میکنید و بعد از دریافت الماستون میاد اینجا و تو قسمت ماین کارت سمت راست، ماین کارت یعنی همون کارت هایی که میتونید ماین کنید در واقع، مثل چطوری به استخراج، برای استخراج کردنش اینجا مثلا من میزنم این فریه. اوکی ولی تو نیو کارت شما بخواید بزنید یه دونه الماس تو الماس میخواد که میتونید از اونجا به دست بیارید. دقیقاً همون پرافیت فصل قبله، پرافیت میگیرید و پولتون رو الماستون رو میگیرید. اوکی و یه موضوع دیگه این که همه سر کجا پول در میاره به جز یوتیوب خیلی مهمه، اینو بهتون بگم بچه‌ها، هیچ جا بهتون نگفتم. ببینید همه سر اول اینکه رام میکنه بازیو برای خودش، برای مثال 50000 تا 100000 تا 1 میلیون 10 میلیون در واقع کوین میسازه خودش واسه خودش صاحب اونجا، مثل پول چاپ کردن. مثلا فکر کنید مثال بزنم فدرال رزرو همونی که دلار میسازه، دلار چاپ میکنه اوکی نگه میداره، دلار رو چاپ میکنه نگه میداره. اینم دقیقاً همونه، این میاد توکنشو، این توکنو نه پرافیت، این توکنو برمیاره واسه خودش نگه میداره. موقعی که همه سر لیست شد اینم میره تو صرافی‌ها میفروشه. خب اون سود میکنه دیگه، صرافی‌ها نقدینگی خیلی زیاد دارن، مردم توش خرید و فروش میکنن، پس اونم میره توکن خودش رو میفروشه. مثل این میمونه که من دلار چاپ کنم برام به صرافی‌ها مثلا دلارمو بفروشم. اوکی منطقیه دیگه. حالا من مثال نمیزنم، من که نمیتونم دلار بفروشم، نه اون اونایی که کل دنیا رو دارن کنترل میکنن میتونن دلار چاپ کنن در واقع. از یه طرف اگه زیاد از این کارو کنه صاحب همستر، یه اتفاقی میفته بهش میگن رکود، یا همون توی کریپتو بیشتر بهش میگن دامپ. اوکی ببین پامپ داریم و دامپ داریم. بچه‌ها من تریدر نیستم اینا رو ولی میدونم. پامپ یعنی یه ارزی میره بالا قیمتش، دامپ یعنی میخوره زمین قیمتش میاد پایین‌تر. اوکی و همستر یا هر اگه زیاد از حد بیان چاپ کنن اون کوینشون رو در بیارن در استخراج کنن برای خودشون، دامپ میشه. چرا؟ چون بعضی جاها پامپ میشه بعضی جاها دامپ میشه. برای مثال بیت کوین الان اونی که مثلا بیت کوین ساخت میتونه الان بیت کوین واسه خودش نگه داره، ولی چرا کلا 21 میلیون بیت کوین داریم ما تو کل جهان؟ 21 میلیون یعنی یه مقدار بیش از حد تعیین شده داریم. چرا؟ چون اگه بیش از حد ما پول داشته باشیم یا همون توکن داشته باشیم تو صرافی‌ها، ارزشش میاد پایین. برای مثال من میام دلار رو چاپ میکنم به کل مردم دنیا میدم، یا به کل مردم مثلا ایران 80 میلیون دلار میدم، 1000 دلار. خب چی میشه؟ تورم پرواز میکنه. اوکی چرا شما فکر میکنید اول مثلا مردم پولدار میشن؟ نه مردم پولدار میشن. مثل زمان هیتلر نازی بود فکر کنم که یه عالمه پول اومده بود دست مردم، مثلا یه دونه چطوری بهتون بگم یه اندازه یه دونه فرقون پول اسکناس میبردن، یه دونه مثلا تون ماهی میگرفتن. اون داستان اتفاق میفته. مثلا شما 1000 دلار اگه کل مردم ایران 80 میلیون نفر یهو 1000 دلار دستشون بیاد، 1000 مثال میزنم، آره 100000 دلار دستشون بیاد، همه پولدار بشن، چی میشه؟ ارزش دلار میاد پایین. بعد شما با 1000 دلار یه آدم سام نمیتونید بخرید. این داستان اتفاق میفته. واسه همین همسترم واسه خودش نگه میداره ولی کم، واسه پامپ و دامپ کردن این ارز. و مثال دیگه، چیز دیگه که می‌خواستم بهتون بگم این که بچه‌ها 3 روز دیگه میاد این همه سر میتونید توکنتون رو بگیرید، هرچند کم بود ولی گفتم بهتون کسایی که تو یوتیوب و اینا فعالیت میکنن سود میبرن از این ایردراپ تلگرامی. اگه میخواید شما هم سود ببرید بهتون بگم مثل ایردراپ هستن، حالا نرید انجام بدید، من کلا میگم معروف نیستن. هرچی عرضه هرچی تقاضا زیاد باشه ارزش میاد پایین، کیفیت میاد پایین. واسه همین ایردراپی که شما اصلا فکرش هم نمیکنید و نمیدونید، یه سری ایردراپ هست 91 میلیون دلار روش سرمایه‌گذاری میکنن. برای مثال الان ایردراپ جدید اومده فانتوم، فکر کنم برای سونی، یه سونی بود یا فانتومی هم چیز اسمی داشت، مال سونی بود فکر کنم، 91 میلیون روش سرمایه‌گذاری شد. چرا؟ من برای مثال الان رو بلوم چرا کسی رو بلوم صحبت میکنه همه سقومن؟ چون بلوم خیلی سرمایه گذار داره، واسه همین زیاد معروف نیست. حالا معروف هم هست اونقدر به مردم کوین نمیده، سرمایه گذار بیشتر پول در میارن. تو داستان ایردراپ های دیگه هم همینه، ایردراپ هایی که شما اصلا نمیدونید، منم نمیدونم، اونا میرید یه پولیو میذارید مثلا 400 دلار میذارید، بعد یه ماه که ایردراپ معرفی شد 10000 دلار برداشت میکنید. چرا؟ سرمایه گذاری کردید در واقع، به نقدینگی اون صرافی اون پروژه کمک کردید. همین سر ولی اینجوری نیست، همین سر شما رایگان دریافت میکنید. برای همین سر چیزای دیگه، ایردراپ های دیگه لاکی روید تفاوتی نداره، از شما توجهتون رو میگیرن و تبدیلش میکنن به پول. حالا اونقدرام زمانتون نمیره بزنید، من نمیگم نزنید، ولی مثلا روزی 20 دقیقه زمان بذارید دیگه، اینقدر فکر و ذکرتون نذارید واسه ایردراپ ها. ایردراپ ها یه چیز دیگه هم داره، با صرافی‌ها این قرارداد می‌بندن که ببینید بچه‌ها صرافی‌ها کارمزد میگیرن از ترید کردن توشون. اوکی از مثلا شما همه سریتون میذارید تو صرافی، کارمزدی هم میگیره صرافی. چرا؟ چون خب صرافی دیگه کارمزد میگیره. اوکی واسه همین اونم میان قرارداد می‌بندن با صرافی، میگن ما مثلا الان همه 100 میلیون پلیر داره، 100 میلیون نفر قرار برن تو صرافی پخشن. ببینید چقدر سود واسه صرافی‌ها داره. اینجوری اینو کسب درآمد هم واسه صرافی سود داره خیلی زیاد، هم واسه همه سر پروژه. خواستم بگم که آره از آسمون نمیاد. اگه کسی دیدید مسخره‌تون کرد گفت مثلا این جمله رو بچه‌ها من پارسال موقع نات کوین گفتم خودم و کارمزد زد تو سرم و خودم فهمیدم که تا چیزی رو نمیدونی نباید نظر بدی. این داستانم همینه. ببینید دوستان پارسال من اومدم گفتم نات کوین چرا باید به همه آدمو پول بده؟ اصلا مگه مثلا فلان قدر آدم پولدار بشن که اقتصاد به هم ریزه؟ همون حرف کردم زدم، ولی به یه شکلی گفتم نات کوین پول مجانی نمیاد به کسی بده الکی، چون با ارز دیجیتال چیز نداشتم، نمیدونستم مثلا چه شکلیه. واسه همین مسخره شدم و فهمیدم که داستان چیه پشت پرده. بله این
پول از آسمون نمیاد، این پول گردش مالیه که از صرافی‌ها و یوتیوب و اینا به دست مردم میرسه. اینه داستانش. پس بفرستید واسه اونی که مسخره‌تون کرده و گفت که همه سر اینا پول نمیشه. پول میشه، ارزشش پایینه ولی پول میشه. 100% شما پولتون رو دریافت میکنید ولی کم ارزشش. این بود. مرسی که ویدیو دیدید بچه‌ها. امیدوارم مفید بوده باشه. من راکی رویتون می‌خواستم برام بهتون بگم چطوری بفرستید تو صرافی ولی خیلی ضعیف بود اینترنت. کلا سرورام شلوغ، اینترنت هم ضعیف. واسه همین نشد. مرسی که ویدیو دیدید. دمتون گرم. عاشق همتونم. تا ویدیو بعدی یادتون نره جوین کانال تلگرام بشید بچه‌ها. کانال تلگرام اسمش دلارساز 1 فکر کنم. دلارساز بزنید میاره. توی کامنت ها هم لینکشو میذارم. مرسی تا ویدیو بعدی. فعلا خداحافظ.